گفت و خود این آقا که ما رو تربیت کرده بود مثل یک پدر یاد گرفته بودیم و محکم جلو دشمن بایستیم. محضر بزرگ مرگ مشرف که ما بزرگترین شاگرد ما بوده دلدادگیشون به سیر شهدا پای این مکتب این مردم می ایستند. توصیف حکیمانه او بود. حکیم چون به باطن نظر میکنه در مورد فردا میتونه حرف بزنه، فردا رو میبینه. روی همه اونایی که گفتن آقا کجاها زیر زمینه، آقا اصلا پناهگاه، آقا اصلا ایرانه، روی همهشون سیاه تا ابد شجاعت عیسیه. حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. در مکانی نشستیم که نزدیکترین مکان به او جایی که فرزند شما پرچمدار روزه شما بوده است، به خون به ناحق ریخته شده ی رهبر شهیدمون، فرج منتقمت را نزدیک بگردان. تو سالاری کرم داری ای پاره پاره به خدا می سپارم. حیدر حیدر از غمت آقا که در عالم تا نفس هست پای بیرقه مثلی لایفانه و مثل یزید هیچ کار سرهنگی ها ساکزه کربلا یازده جل فرجهم. مرگ ما رو شهادت در رکاب ولیت امام زمان رقم بزن.